کی چی میخوری؟ تخم مرغ در طبیعت. یه ورزشکار حواسش هست تخم مرغ آبپزش رو با خودش میاره. برم یه قهوه‌ای پاون شکلای چیزی بگیرم. وای چقدر خوشگله. خیلی شهر وسط راه بامزه‌ایه. بامزه و عشق من و داریم تبع. عشق من کریمی، نه عشق من تبع. میخوام برم قهوه بخورم. ببین عاشق اینم برم تبع قهوه بخورم، نمیدونم چرا و هیچ وقتم نمیرم. خب یواشکی از این خانم آقا براتون ویدیو بگیرم که چقدر جیگرن. ای خدا من تا الان اصلا قصد نداشتم که ویدیو بگیرم از این سفر. قهوه رو زدم و شارژ شدم دیگه براتون ویدیو میگیرم. سلام گاویا. بچه ها ببین چقدر خوشگله اینجا. خیلی خوشگله. هم جاده خوشگل و خوشگل تر میشه. اصلا نمیتونم بگم وای کدوم بخشش خوشگل بود. همه جاش زیباست. خیلی خوشگله. نمیدونم شما تو ویدیو میتونین این همه زیبایی رو ببینین یا نه. واقعا نمیتونم برم. خیلی خوشگله. وای پیاده شدیم اینجا رو ببینیم چقدر خوشگله. خیلی نازه. چه قبرستونه. چون اینجا یه کلیساه. قبرستونه با این ویو. ما داشتیم این جاده رو میرفتیم. اینجا اصلا به جاده نقمه نمیخوره. چرا میخوره؟ خب ما بخوایم گازمون رو امتحان کنیم در طبیعت. مثلا کریمی کلن به خاطر این ما رو امروز آورده این بیرون. ما رو که من یه نفرم ولی جوش میاریم کتری میاریم بیرون میزنیم لذت میبریم. چی آوردی؟ خواستم سنگو بارکلا. هم رنگ طبیعت هم پوشیدی. چقدر خوشگله. میخوام گازو زیاد کنم. چقدر ما سکوت اینجا رو داریم به هم میزنیم. بیا زیر گازو میخوام زیاد کنم. اوه 2 دقیقه دیگه جوش. من کلا واسه این گازه اومدم طبیعت. اینم از نودلش، اینم از طبیعت. الان میریم یه شارژ میزنیم. آره من گوشیم 5%. برای یه جاده‌ای داریم میریم به سمت نورمندی. شهرات داشته باشه. مرکز شهرش خیلی بامزه است. خیلی کیوته. کریمی رفته بره ایموبیلیه املاکشه. هر جا میره
حالا من میدونم دیگه تو سرش اینه که اینجا بیاد زندگی میکنه. آره تقریبا آره. این منطقه هم که کلا به دام پروریش معروفه. اینجا خیلی بزرگه. خب بعد اون داستان نودل بابا پیرنت معلوم نبود. حالا من یه بار اومدم از پیرنت نگرفتم. تو میگی بریم مکدونالد. آدم زبان رو انگلیسی انتخاب میکنه واقعا. که در نهایت چه انتخاب کردی؟ 2 تا برگر گرفتیم. کریمی خوشحاله چون بعد از گفتم بریم مکدونالد دیگه. اینم از مکدونالد. خوشحالی؟ خوشحال. پیتای بلند. آموزش بده. کوسه. آها. بعد میگه از این ور که اومدی که از بچه گفت آکمی فقط وارد میشه خارج نمیشه. چیه؟ این وقت این در داره کشیدن. بارکل. آره اون دفعه ریل گذاشته بودم. بعد یکی از بچه‌ها کامنت گذاشته بود که نتیجه میگیریم که کریمی فقط وارد شده خارج نشده. راست میگه. بعد ما انقدر خندیدیم گفتیم رو همه درا پوست و تیغ داره. تا صبح حق بود. کریمی همینجا ویدیو رو دیگه تمام کنیم. 1 ساعت دیگه پاریسیم. بابا 2 ساعت تا پاریس داریم. تمام دیدم بچه ها دقمق شوکیابی. اینو ببینین چه باحاله. کریمی قهرمان برام بنزین میزنی. چند لیتر میزنی؟ این زدم تا پورشه. پورشه بنزین داشتیم آخه روز اومدیم 50 یورو کن رونشه. Merci, bonne journée, au revoir. Bienvenue chez toi. دیگه شب شد و ما هم واقعا خسته ایم و کریمی حرفی له تا ویدیوی بعدی و کشف دیگه و شهر دیگه در فرانسه. خدا نگهدار. بدرود. چی گفتی؟ تا درودی دیگر بدرود. دوچرخه چرا داره انقدر وسط میره؟